سلام علیکم استاد گرامی. یک سوال داشتم. عبدالملک عبدالجانов برای سرمایه‌گذاری کردن انقلاب سرمایه‌گذاری میکنن استاد. امروز که امرای قوت احتیاج به مبلغ دارن، چرا امروز عبدالملک عبدالجانов سرمایه‌گذاری نمیکنن؟ مثلا برای همون پروگرام‌ها را جاری کرده. اصلا وقتی یک انقلاب آماده می شود، یگان مؤلف این انقلاب اعلام نمی کند که مثلا کی در صف آنها است که کمک میکند و کی کمک نمی کند. لیکن من گمان میکنم که انقلاب تاجیکستان به یگان شخص نیاز ندارد. انقلاب تاجیکستان انقلاب مردمی است. من هم آرزو میکنم، تمنا میکنم که همین انقلاب ما انقلاب مردمی به تمام معنی باشد. یعنی سپانسور ما خلق باشد، مبلغ گذار ما خلق باشد، طرفدار ما خلق باشد، عسکری ما خلق باشد، افسری ما خلق باشد، تنها خلق. من چندین بار گفته بودم 3 حرف خ ما باید فراموش نکنیم: خدا، خلق و خود.